چی کاری که خیر میکنیم یا که از جانب آدمایی که از دنیا رفتگی، آدمایی که از نامشون قربانی میکنیم یا که حج میکنیم، حج عمره. بعضی آدما میگوین که اگر که نمازخوان نباشن همین قبول نمیشه. همین شما چی میگوین؟ یعنی این قولی علما هست و قولی صحابه ها هست. آدمی که نماز نمیخواند و به دعای و فاتحه کرده نمیشد میگن، لیکن در مذهب امام ابو حنیفه میشد میگن. یعنی من برای شما نقلی دو طرفه دارم. یک قسمتی از علما اگر آدمی بی نماز فقط پرابلمش یک نماز نمیخواند خلاص نماز فرض میگفتو ها انشالله میخوانیم فرض میکنم ولی نمیخوندم. کرده نمیخوان ضد اسلام گپ نمیزد اسلام بعد نمیکرد، یعنی که از دیگر طرف کافر نبود. یگانه عیبش همین که نماز درست میدونست، نماز فرض اگر نماز فرض نه، نماز برای بیکار چه گفت و کافر با اجماع علما. نماز این چیزی ضرور نه، نماز این برای پنسیونرها، نماز این برای بیکار خوجه ها، نماز چیزی نمیشونه که گفت و کافر. لیکن نماز فرض اینا باید خوانیم و افسوس که ما نمیخوانیم، سرکار هستیم. خیلی گوید گپ درباره همین آدم رفت است. همین آدم آیا بعدی وفاتش دعای نیک کرده میشد یا نه؟ یعنی دو قول است. یک قول نه دعای بعد نیک کرده نمیشد میگن چون که آدم از دین بیرون است میگن. یک قول دیگر میگن که دعا کرده میشد و مسلمان بود میگن عملهای صالح میرسد میگن. یعنی مسئله خلافی هست. خود از نامشون قربانی کردن یا که حج کردن همین چیزا همون مسئله رو برمیگردد. کسی میگوید که بی نماز کافر است میگوید نمیشد یگان کار کرده. کدام آدمی که میگوید که بی نماز مسلمان است میگوید میشد میگوید. فهمیدید؟ یعنی مسئله در بین فقها مسئله خلافی است. ببینید برای کسی بی نماز است مسئله تو وزنین است. نه. نماز درباره این الحمدلله ما نماز میخونیم و من هم شما در نظر ندارم. تماشابینای میگم که کسی بی نماز است به امیدی خیر و سخاوتی دیگران نشوید. حرکت کنید، از حاضر فرصت دارید، نمازاتون خوانید، به سوی الله تعالی روی بیارید. این دنیا موقتی است. یا مقداری معین زندگی میکنیم با میریم از این دنیا. خیلی که شکمی مادرم موقتی بود، این دنیای هم موقتی است.